امروز اومدم این حرکت زیبا یعنی حرکت اسپرینگ رو بهتون یاد بدم. همین الان لایک رو بکوبین، بریم سراغ آموزشش. دستتون میاد تو این حالت، دست کارت میاد اینجا، انگشت اشاره میاد این گوشه، شست میاد این گوشه کارت رو میگیره از پایین. اوکی، انگشتان بالا، انگشت کوچیک انگار نداریم. خب انگشتای بالا فشار میان به رو به پایین و شست هم فشار میاره به رو به بالا، یعنی اینجور حالتی میشه. اوکی، و همزمان شست نگاه کنین چه اتفاقی براش میفته. شست اینجوری آروم آروم کارتا رو باز میکنه، نگاه کنین، و اینجوری اسپرینگ زده میشه. حالا دوست از این کار خفن زیاد یاد بگیری، پیجمو فالو کن چون هر روز آموزش برات دارم و توی قسمت کامنت هم عدد 1 رو کامنت کن که از این آموزش‌های خفن توی دایرکتت به صورت رایگان ارسال بشه. فقط بچه‌ها یادتون نره تمرین داشته باشین، با تمرین میشه این کار رو انجام داد.